توی این ویدیو میخوام درباره اون حس بدمون موقع درس خوندن حرف بزنم. حسی که انگار داری خودتو مجبور میکنی یا داری یه کار خیلی سخت رو انجام میدی. ببین، اگه درس خوندن برات سخته، اصلاً خودتو سرزنش نکن، چون مشکل از تنبلی یا بی‌انگیزگی تو نیست. دلیل اصلیش خیلی ساده تر از اونیه که فکر میکنی. قضیه مربوط به یه ماده شیمیایی توی مغز ماست به اسم دوپامین که کارش پاداش دادنه. مغز ما یه سیستم پاداشدهی داره و به چیزی که پاداش سریع بده عادت میکنیم. مثل گوشی. گوشی هر چند ثانیه یه پاداش کوچیک میده. اما درس خوندن چی؟ پاداشش دیره. شاید نیم ساعت دیگه، شاید آخر ترم. واسه همین مغزت میگه من نمیتونم انقدر صبر کنم. حالا من میخوام یه راه حل خیلی علمی و عملی بهت بدم. نه با انگیزه الکی، بلکه با یه روتین روزانه که کاری میکنه مغزت یاد بگیره که درس خوندنم یه پاداش سریع و خوب داره. وقتی مغزت اینو یاد بگیره، دیگه درس خوندن برات سخت نیست. برات تبدیل میشه به یک عادت خوب. پس بزن بریم ببینیم چی کار باید بکنیم. اولین قدم فهمیدن قضیه دوپامینه. چرا درس خوندن غیر ممکنه؟ یادت باشه مردم فکر میکنن دوپامین یعنی حال خوب و لذت، ولی در واقع علوم اعصاب نشون میده که دوپامین بیشتر یعنی انتظار برای جایزه. گوشی به خاطر این انقدر معتاد کننده است چون مغزت هر لحظه انتظار یه چیز جدید رو میکشه. ولی درس خوندن ازت میخواد 30 دقیقه صبر کنی تا بهت جایزه بده. مغز تنبل نیست، داره حساب کتاب میکنه. میگه چرا اینقدر صبر کنم وقتی میتونم فوراً جایزه بگیرم؟ پس ما قرار نیست با تنبلی بجنگیم. ما فقط قرار زمانبندی دوپامین رو دستکاری کنیم. این یه برنامه 4 مرحله‌ای برای دستکاری زمانبندی پاداش‌های مغزته. فاز اول، ریکاوری دوپامین قبل از شروع. 10 دقیقه. لازم نیست 24 ساعت گوشی رو بذاری کنار. فقط 10 دقیقه قبل از شروع این کار رو انجام بده. تحقیقات اولیه در زمینه فیزیولوژی عصبی نشون میده بعد از 10 دقیقه دوری از محرک‌های قوی، سطح دوپامینت به حدی میاد پایین که کارهای خسته کننده قابل تحمل‌تر میشن. پس 10 دقیقه بشین، آب بخور، نفس بکش. نه موسیقی، نه گوشی، نه حرف زدن. بذار مغزت آروم بشه. اغلب مردم با یه مغز شلوغ و خسته شروع میکنن و واسه همینم شکست میخورن. این فاز مغزت رو ریست میکنه. فاز دوم، شوک دوپامین در 90 ثانیه. ما باید دقیقاً قبل از شروع درس یه جرقه دوپامین بزنیم که مغزت انتظار داشته باشه که درس خوندن قرار پاداش خوبی به دنبال داشته باشه. 90 ثانیه یکی از این کارها رو انجام بده. یه آهنگ پر انرژی گوش بده. آب سرد بزن به صورتت. چند تا پرش درجا برو. 3 تا نفس عمیق بکش و با صدای بلند بگو من میتونم. آدام سپجو، تحقیقات دانشگاه کاردیف نشون میده این کار میتونه تمرکز رو زیاد کنه. این کار سیگنال میده یه اتفاق خوب داره شروع میشه و ما دقیقاً همینو میخوایم. فاز سوم، شروع آسون و فریب مغز. اینجا جاییه که همه اشتباه میکنن. با سخت‌ترین کار شروع نکن. با یک کار خیلی خیلی کوچیک که 1 یا 2 دقیقه طول میکشه شروع کن. مثلا فقط عنوان درس رو بنویس. 1 سوال آسون که بلدی رو حل کن. فقط 3 خط از متن رو بخون. چرا این خوب کار میکنه؟ تموم کردن یه کار خیلی کوچیک یه پاداش دوپامین سریع به مغزت میده. مغزت گول میخوره و میگه آها پس درس خوندنم پاداش فوری داره. اینجوری داری سیستم پاداش مغزت رو به نفع خودت تغییر میدی. جیمز کلیر، نویسنده کتاب معروف عادتهای اتمی، این روش شروع با کارهای کوچیک رو اسمشو قانون 2 دقیقه گذاشته. فاز چهارم، ساختن حلقه عادت. حالا وقت ساختن عادت اصلیه. از جلسات طولانی فرار کن. از بلاک‌های 25 دقیقه‌ای استفاده کن. این زمان بر اساس تکنیک پومودورو برای تمرکز عمیق عالیه. بعد از هر 25 دقیقه فقط 60 ثانیه به خودت یه جایزه خیلی کوچیک بده. یه تیکه شکلات بخور. یا آهنگ کوتاه بذار. 1 دقیقه بیرون رو نگاه کن. نهایتاً 30 ثانیه گوشی رو چک کن. فقط اگر میتونی کنترلش کنی. این حلقه رو بساز. جایزه، درس. جایزه، درس. مغزت یاد میگیره که درس خوندن مساوی با پاداش‌های منظم و پی در پیه.
وقتی این روتین رو هر روز انجام بدی، دیگه درس خوندن دردناک نیست. علوم اعصاب میگه مغزت انتظار پاداش رو از درس خوندن یاد میگیره. بعد از تقریباً 7 روز مغزت میفهمه که درس خوندن یک کار با دوپامین بالاه و تو دیگه برای شروع کار زور نمیزنی. هوس پیشرفت میکنی. اگه با هم رو راست باشیم تو بی‌انگیزی نیستی. مغزت فقط هنوز راه درست درس خوندن رو پیدا نکرده بود. فقط 1 هفته این برنامه رو اجرا کن. درس خوندن برات تبدیل به عادتی میشه که خودت دوست داری بهش برگردی. اینجوریه که بدون انگیزه رو میسازی و در آخر یادت باشه روی رشدت تمرکز کن.